وصف تفاوت قاجار و پهلوی همین بس که رضا شاه بعد از رسیدن به قدرت به جای آنکه به اصلاحات قانونی و مدرنیته برسه، اول میاد دستور میده در معابر و خیابانها ادرار و مدفون نکنید. مصرف شیره و تریاک و مواد مخدر در قهوه خانه ها و معابر ممنوع. غداره کشی و قمه کشی و عربده کشی در خیابان ها و معابر ممنوع. بچه بازی ممنوع. سربریدن خروس و مرغ و حیوانات در معابر و خیابان ها جلوی چشم مردم ممنوع. حمام برید، نظافت کنید و آب خزینه حمام را هم هر هفته عوض کنید. رمالی و جادوگری و سحر و طلسم و کفتربازی و اینها ممنوع. کف مغازه ها و سفره‌خانه ها نباید گل آلود باشد، به ویژه نانوایی و قصابی و آبگوشتی و کبابی. این دستور